این مراسم ویدا با نیزارم ظریپووا است. او یکی از چهره‌های برجسته سیاست تاجیکستان بود که شام 30 نوامبر در 101 سالگی از عالم چشم پوشید. جایشان در دیده بود، اکنون به دلها می‌رود. صبح 1 دکبر با حضور منصبداران بلندپایه و اهل فرهنگ در نزد خانه نیزارم ظریپووا در دوشنبه مراسم خیرباد برگزار شد. نیزارم ظریپووا زمانی سروری با بجان غفورов турсун уҷабоев ҷаббор расулов қаҳор маҳкамов фаъолият намуда бу аз дастур раҳнамоӣ ва мактаби роҳбарии онҳо баҳраманд шудаанд. чун пири хирад маслиҳатгару раҳнамои бонувон дар даврони навини соҳиб истиқлолии мамлакат буда шахси хоксор серталаб ва нисбати ҳамкорону шогирдон ғамхор дар кулли чорабиниҳои ҷумҳуриявӣ фаъол буданд. خدمت نیزارم ظریپووا نه تنها در سیاست بلکه در اجتماع و فرهنگ تاجیکستان شوروی و استقلال تأثیر عمیق گذاشت. فرهنگیان تاجیک هم گفتند نیزارم ظریپووا در روزهای سخت کنار اهل ادب بود. یاران شما عجب یارانه، یار میبرود چرا نمیگردن. ما ممکن دیگر چیزا پیدا کنیم، دیگر جوها را بینیم، دیگر کسا را بینیم، اما نیزارم ظریپووا یک تا بودن، یک تا و یک دانه و یک دانه. و باز هم سعدی با یادم میاد. سعدی دیگر میگه که یاد داری که وقتی زادن تو همه خندان بودند و تو گریان، آن چنان زی که وقتی رفتن تو همه گریان شوند تو خندان. یک انسانی از بین ما میرود که نرفتنش امکان نداشت، در این قرن کارش کرد، ما را به یک جا رساند، یک نسل نو تربیت کرد و ادبیات و فرهنگ و همه اینو نقش گذاشت. نیزارم ظریپووا از کمترین نفرانی بود که همراه 6 راهبر آخر تاجیکستان از بابا جان غفورov تا امام علی رحمان در منصب‌های بلند کار کرده در رشد کشور سهم گذاشت. او حتی مدتی کوتاه اجرا کننده وظیفه راهبر تاجیکستان نیز بود. بعدی در گذشتش رئیس جمهور امام علی رحمان و شهردار دوشنبه رستم امام علی به خویشاوندان و پیوندان نیزارم ظریپووا تسلیت بیان کردند. همه وقت ما را نصیحت میکردند که آدم دوست باشه، دست گیره، دست یک انسان نیک گیره. باور کنید خدا با شما میتونه. ما فرزندانش نه از میدانستیم که میدانیم که مادر ما شخص بزرگ است، لیکن امروز شما اثبات کرده چون که در پهلوی مایه، همدردی مایه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. پس از خیرباد جنازه نیزارم ظریپووا به مسجد سری آسیا انتقال داده شد که در آنجا صدها نفر از جمله شخصان رسمی و نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه جمع آمدند. نماز جنازه را مفتی کشور سید مکرم عبدالقادر زاده خواند. همیشه عقلشون در جاش بود، همیشه خودشون زنگ میزد. یک هفته اگر زنگ نمیزدی یا زیادی 10 روز خودشون زنگ میزدن. ها چی با نمیای، چی با خبر نمیگیری، کجا دارید؟ که شرم میومد که من هفته ندیدم یا که 10 روزی ندیدم. چون کار خیر دینا 2 ساعت پیش از مرگشون بودم، دیدم که خیر خدا رحمتشون کنه، دیدم و فهمیدم. نیزارم ظریپووا را در کنار شوهرش در آرامگاه سری آسیا به خاک سپردند. او را سیاستمدار خواندند که با صداقت به خلق و وطن خدمت کرده است. مهرافرین نجیبی، آسیا پلیوس.